سلام حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ خب بچه‌ها ببینید، دو روش میخوام بهتون بگم چه جوری یک دیوار کج ترسیم کنید. من اول میام توی مثلا لول 1 یه دیوار میکشم. اینی که الان دارم میگم توی ورژن های جدیده، توی این دو سه تا ورژن این ابزار اضافه شده، این آپشن ابزار که نه، این پارامتر اضافه شده و خب خیلی کار راحت کرده. ولی خب حالا من میگم اینم برای کسایی که احتمالاً با ورژن قبل کار میکنن که هنوز این این آپشن یا پارامتر اضافه نشده. خب وقتی که دیواری رو ترسیم کنیم، انتخاب کنیم، اینجا توی کراس سکشن سه حالت داریم. یکی ورتیکاله که همون عمودی معمولیه، یکی اسلنتده. وقتی کلیک کنیم اینجا یه گزینه درجه اینجا اضافه میشه. مثلا من میذارم 20 درجه و ببینید به اندازه 20 درجه نسبت به خط عمود میاد و ایجادش میکنه. این بالا رو هم صاف میکنه، خیلی چیزه. تر و تمیزی هم هست، ادیت پروفایل هم توش کار میکنه. ورژن جدید البته این درست شده اگه اشتباه نکنم، قبلا اینجور نبود. خب این خیلی ساده است، این روش اولمونه و اگه هم خواستیم عوض کنیم اینا 25ش میکنم و چیزایی این چنینی. حالا روش بعدی که ما قبلا استفاده میکنیم قبل از اینکه این گزینه بیاد، استفاده از مسه. من میام اینجا مس رو روشن میکنم، یه این پلیس مس. میام اول توی این صفحه مثلا لول 1 یه خط میکشم به طول 5 متر و میام توی لول 2 همین خط رو پیکش میکنم و بعد اینو باید بر اساس اون حالا زاویه‌ای که نیاز دارم یا مقداری که میخوام دیوارم کج باشه تنظیمش کنم. اینو فعلا میارمش این طرف. حالا این دوتا خط رو انتخاب میکنم، کرییت فرم رو میزنم. ببینید اینجا سه حالت از من میپرسه، میگه اینو هولم بچرخونم، اون یکی خط هولم بچرخونم یا یه صفحه بهت بدم. اگر که این حرکت رو زدین و این سه تا گزینه اینجا نیامد، بچه‌ها زوم رو بیارین عقب و این کار رو انجام بدین. بعضی وقتا این اتفاق میفته. من اینو میزنم و اینجا یه صفحه‌ای بهم میده که حالا خود این صفحه هم قابل تنظیم هست، هم ارتفاعش هم همه چیش. و اینو اوکی میکنم و حالا که این صفحه رو دارم میتونم بیام توی مسینگن سایت و اینو تبدیل به دیوارش کنم. حالا یا تبدیل به دیوارش کنم یا حتی تبدیل به کرتین والش کنم. این کاملا شدنیه. این دوتا روشی که به راحتی ما میتونیم این کارو کنیم. این روش یه مقداری دستمون بازتره، مثلا حرکت این چنینی هم میده به ما. اگه خواستیم دیواری به این شکل داشته باشیم هم میتونیم داشته باشیم، ولی اون صرفاً توی یک زوایای خاص این کار برای ما انجام میده. این هم اینجا ببینید دقیقاً یه دیواره این چنینی به ما میده و این دیواره کاملا دیواریه که همه لایه ها و تنظیمات و همه چیزو داره. خسته نباشید.